دوباره کنار کار توی بگاهیم خوشحال هستی که تو کارت 3 ماه سالیم خالی میشه هر روز منم مثل به مالی همه چیالی اگه بیا دوباره پایی سرد میشه بد میشه دل میبوشیم هودی یا اول مه بخوام بمونم توی این فصل سرما ایرینم تو تابستون کلی گرما تابستون تخمیه حالا تو میدونی مرد سوز میمونی سایه علافا میزن علافا اونجا ما میمونی 15 سال بود که هم دیگر رو ندیده بودیم. من برم دستشویی بیام. به نظرتون پسر کدوممون موفق تر شده؟ پسر من انقدر موفق شده که چند وقت پیش به رفیقش یه مازراتی هدیه داد. این که چیزی نیست. پسر من چند وقت پیش به رفیقش یه هواپیما هدیه داد. این که چیزی نیست. پسر من اینقدر پولدار شده که چند وقت پیش به رفیقش یه بورس توی دبی هدیه داد. آقا داستان چیه؟ میخوایم بدونیم پسر کی موفق تر شده. پسر منم کارش دادنه. پس پسرت رسما بدبخت شده. نه بابا همین چند وقت پیش 3 تا از مشتریاش براش برج تو دبی و مازراتی و هواپیما خریدن. میدونی چی بدتر از اینه که تو کاندومت یه سوراخ پیدا کنی؟ این که تو سوراخت یه کاندوم پیدا کنی. اسکلت رفت تا هفته بعد. خب مریض بعدی کیه؟ رضا بیا بریم. بیا جوون جا باز میکنه. بیادبی نمی کنم ولی صدا رو داشته باش. چون من مسئله به اون تونته داری تو قلب من کنه که میگی عشق شدی یک ترس کنته عاشقم دیمونه بد جور تو شد منو کرده تو بد کن میخوام باشی تو هر جور دندم نه چشمم کن تنت واسه من همشم میخوام کسی به خودت ننشم میگم دلبری نکن انقدر زیادی مثل من تو رو انقدر میخواد گرفتن ازم 90 گذاشتم توی کار من زدم و میبینی که حال بالام عشق میکنم بد جور عجیبا جا گالو بلدم خوب پیچ تا بشو تو هم بمون اونجا فقط بخورا بشو میگن دل چه بالا رو تو زای کن یه سایم بودی به مگو سای کن گذروندم روزا تیره رو من الان بالام با فوتبال 360 سیسی اینو میزنم به سلامتی خودت. سلامتی اون نمکه نخور. وای خاک عالم تو فش کن. وای یه پنکه آوردم اروا کس مادرم آدمم با بادش میبره. یعنی میخوام فقط قدرت باد و نظاره کنی. منو باد برد منو بگیر. خب کی میخواد زایمان کنه؟ من دکتر خواهش میکنم زودتر انجامش بدید. اصلا نگران نباش. بیمارستان ما یه دستگاه داره که درد و منتقل میکنه به پدر بچه و تو دیگه درد نمیکشی. عجب. درد و منتقل کنید به من. خب اولش 20% درد و انتقال میدیم به پدر بچه. آخیش دکتر دردم کمتر شد. این که اصلا درد نره. زیادترش کن دکتر. میریم روی 40%. چون نمیری اصلا درد نره دکتر. گوشیم زنگ خورد. جونم محمد جون. داداش کمک دارم از دل درد میمیرم. حاجی باید بری دکتر ببر رو 60%. دردم بیشتر شد؟ سروران عزیزی که در اعمال خاک سپار بگو تو همیشه میمونی برام عاشقتم میدونی چرا دلبر با تو میشه آدم من بهتر نمیشه رابطمون رو کشتر توت میشم ای دل سنگ بذار پیشم ازت بگن ای بد تو داری تو دلم ای بد با یه بسکو خیلی جمع و جد میرسم تعریف و شرشود سمسمانیست بس زور اینجا فقط میبینید کش و پول. برو بیرون. با تو نبودم. دارم میرم ایران. پروازت امروز بود؟ آره دیگه. سفری خوبی داشته باشی؟ قربونت عزیزم. سوغاتی چی بیارم؟ یک دختر زیبای ایرانی برام بیار. باشه. من برگشتم. خوش گذشت بهت؟ آره خیلی خوب بود. پس سوغاتی من چی شد؟ کدوم سوغاتی؟ بهت گفتم یه دختر ایرانی برام بیار. تلاشمو کردم عشقم. یه 9 ماه صبر کن برسه دستت. اونا رو میبینی آقای رنگو؟ اونا حالشون خیلی خرابه. میدونی روزاشون رو چجوری سپری میکنن؟ با صابون. اونا حتی به سوراخ پریز برقم رحم نمیکنن. الهی تب کنی شاید پرستارت من باشه. آبجی شما ویزیت رایگان نمیخوای؟ مگه خودم؟ مردم به هیچکی اعتماد ندارن. الکی مثلا دکتره. رفیقایی که تو روزای سخت کنارتن واقعی هم. شرکت خوب کنندگان برادران فرهادی.